ثابت حالا چطور است؟ مرا میشنوی ثابت؟ اکا حالش وزین است. باید زود به یکم بیمار خونه بریم. ثابت چرا چنین کردی؟ چرا خود را پیش تیر پرتافتی؟ آرزو خواهرم. ثابت تو نباید میری. صابر التماس اکی ثابت خود را به دست گیر. خیری یاری ده تا با ماشین بریم. زودتر. مایلش بیا آیسته خیری تو در همین جا مان. چی؟ ماشینی آرزو همین جاست. نمیخواد به دست پلیس افتاد. البته برمیگردد. یک اونجا پنهان شو. بیاید گرفته به مکان آمده. شما چیکار میکنید؟ من ثابت را به بیمار خانه میبرم. اکی ثابت کمی صبر کن. طاقت کن. نترس محترم نترس. میدرایم. آوازت را نبرون. خوب؟ مالش السلام علیکم. و علیکم سلام. من خانه مصطفی کبابگر رو میکوبم. راست روید بعد به طرف چپ گردید. جای بیخواب گذارید. زود با پلیس خبر خوب دهید. شده. زود. گوش کن. سلاح را پرتا وگرنه هر دویتان را میکشم. میدونستم که مثل روباه به دکان چرم فروشی برمیگردی. در درونن؟ بله در داخلن. صدای تیر پرانی می آید سردار. زود به خانه هایتان روید. روید زودتر. راگا سردی راگرد نگویم. پشترو خاموش. آرام باش. این طرف سبیل ماند. پشترو راگرد میگویم. راگرد ایستا. فرا از ماشین. زود برا میگویم. کنی زود از ماشین فرا. زود گفتم. سرم را در بلا ماندی. اکی ثابت از پشت تو تیر خورد. فرا گفتم. زود باش. زود فرا گفتم. بیهوده نکاب. بله در دستی من. بله رو برا. الان میتم. وای چشمانم سوخت. تو رو میخشم. تو رو میپرونم. وای چشمانم. ایستا میگویم. میپرونم. ایستا. بس از ای دختر. از چنگال من خلاص نمیابی. التماس نپران. التماس.
خوب هستی دختر؟ سخت ترسیدم. شد همش گذشت دخترم. حاضر نزد پدر و مادرت میره میلش؟ اکای ثابتت کجاست؟ در جای محکم کردم ماند. در کجا بودنش رو میدونی؟ ولی میدونم. مرا میبری به اونجا؟ میبرم. آفرین به تو دختری با عقل. بیا زودتر میرویم. همین که چشمانم رو کشویم میپرانم تو را با سرت میپرانم. میشنوی؟ مرا میشنوی؟ تو کجا رفتی؟ کنی برا؟ تو احمق با سرت میپرانم. میشنوی مرا؟ میشنوی؟ کجا شدی؟ برا با تو میگویم برا. این بیهونه رو از کجا یافته باشند؟ این سلاحی یگید؟ ثابت برادر طاقت کن. کمش کن. میرسیم. البته میرسیم. گشایید راه را گشایید. ثابت برادر صبر کن. ثابت تو مرا میشنوی؟ ثابت مرا میشنوی؟ تو را حالا میرسانم. طاقت کن. میرسیم. یاری دهید. التماس یاری دهید. التماس. آمدم چی شد از با؟ یاری دهید. خواهش میکنم یاری دهید. تیر خورده است. زود با زخمش درون وزین است. زودتر باشید. زودتر خواهرم. زودتر طاقت کن برادر. ثابت او چی شده است؟ زخمش وزین است، تیر خورده است. یک دقیقه ایسته. دکتر زیاد میشود. کمی صبر کنید. حالا چیزی گفته نمیتوانید. چی گپ شد؟ من در همین احوال دریافتمش. شما خویشاوندش؟ برادرش میشوم. من چی کار کردم؟ خدایا به ثابت شفا بخش. نزن. سرم. نجیب سردار شما در اینجا چیکار میکنید؟ من هم همین سوال رو به تو دادنی بودم. سردارم من با این حادثه هیچ ارتباطی ندارم. در مسئله بگیر یکی دستت باشد من ناگاه غیر اختیار آمدم. ثابت کجاست؟ اکای ثابت در آخر تیر خورد. اونا با بیمارخانه رفتن.
شما اطراف را نظارت کنید. آنا اینجا بود و من از پنجره گریختم. آچه جون. دختر جانم. دادا جون. سلام. دختر جانم. شکر خدا که تو رو به ما زنده رساند. خوبم آچه جون. عزیزکم. تشکر نجیب سردار. تشکر که دخترم را نجات دادید. این خیلی نگوید آقا یکسل. من تنها حیات دخترت را نجات دادم. این کاری همه وقته ما است. شما با جسارتتون یک کشور را نجات دادید. کار درست را کردید. خدا مهربانی کرد. دخترتان را به شما بخشید. باز چی می شود؟ تشکر نجیب سردار. قماندان برای همه کمکایتان می ندارم. سلامت باشید سردار. برای گرفتن بیانات با آقای سودیا کمک کنید. البته میکنیم. برای کار. برای کار. خدا نگهبان. تشکر. مرحمت آقای یوکسل. بیا دخترم میرم. والله که مردی حقیقی است. او مردی با اراده بوده است. خدا را شکر که او در راه راست، در راه حقیقت قدم میزند. خدا را شکر. سردارم این چی کار میکند؟ چی کار میکند؟ یگید سخن را گوش نمیکند. سرش را باز به بلا انداخت. بعد کار ثابت را پراندند. پراندند؟ بله، او را با بیمارخانه بردند. مرا گوش کن. حاضر یگید را زنگ میزنی. بله سردار. مگو که ما در نزد تو هستیم. فهم که در کدام بیمارخانه است. اوف سردارم آخر مرا همراه نکنید. گپ نزن. شما اول همه کار را رسوا میکنید، بعد مرا همراه نکنید میگویید. خدایا خداوندا. راه گرد، ما هم میرویم. ممدو تو موتورسیکل را سردارم بردی. حالا راه پاکسیت گرد، نشده تکمو پیش درا. راه گرد. سردارم آخر گوش کنید پایم درد میکنم. آرزو کجا شدی؟ از دست ثابت و یگید سرم دوی ما در بلاست. باز از پی منند. یگیت را میدانم و ثابت کیست؟ همین خیل. نفهمیدم. اکای اصلی خودم. چندین سال است ندیدم. ناگهان پیدا شد. سود موفق نشد و من برای گرفتن دختر رفتم. یگید مرا تعقیب کرده است. ثابت را با دستی خودم میکشتم. اما یگید پیدا شد. نمیدونم چی کار کنم. بهترش دیگر نمودار مشو. یک کم نمودار نشو. پلیس در جستجوی تو نشوند. لازم آید تلفنت را نیست کن. جایت را نیابند. پیسگار حالا در درون است. پروا نکن، من برای آنها فکر دیگر دارم. انجمنی بزرگ ما را انتظار است. با آنها دایره موضوع مشورت میکنیم. چخیلی که گفتم خود را پنهان کن. معلش نباشد بعد وام میخوریم. شب را در خانه میگذرانم. به خانه اپا میروم. مایلش فکری خوب. با دادستان کمال که واخوردی بگو که به دفتری من آید. مسئله چیست؟ از دردی کلانی سرخلاص میشویم. مایلش میرسانم. خیر تو دیدن. آرزو همه این کارها از کثافتی تو شد. از پشت تو قریب برادرم را میکشتم. اگر به دستم افتی به همش جواب میدی، به همش جواب خواهی داد. خدا شفا دهد یگید. تشکر سردارم. چخیل رخ داد؟ ثابت را کی پراند؟ گفتم که سردارم آدمانی که نازنین را دزدیده بودن آنها تو پروندن. خاموش است. یگید چخیل رخ داد؟
از من چیزی رو پنهان کرده استودید. هر دیتون رو محکم میکنم. سردارم به من راستشو گویید. یکی تو در بیش از او چیکار داشتی؟ چه رفتی آنجا؟ адвокат орзуро баъди суд таъқиб кардем. چرا؟ зеро фикр мекардам ки духтаро ӯра будааст. ها پس ادوکات حاضر در کجاست؟ و یا با او یگان کار کرده؟ نه سردارم сардорам дар куҷо буданашро намедонам. وضعیتی عجیبی در کشورمون حکمران است. در چنین حالت حقوق، اخلاق و برابر حقوقی سخنهای بیگانه است. تا امروز زحمت‌های زیاد کشیدیم. از این پس شما برای پایداری عدالت حتی در چهارچوبه عرف و عادت هم با شرفانه موافق گفته های ما زندگی کردن بهتر است. آرزو خوش آمدی. در را به پاتون جا دهید. در مکانها نه اصولی که از خود کرده اید، بلکه آن اصولی که ما آن را میخواهیم از شما طلب میکنیم. حقوق را در عدلیه جستن، حیات را با فرهنگ نگاه داشتن، حیاتی به آر و ناموس گذرانیدن به شما زیب ندارد؟ آرزو رو به یگان جا نبرده اید آخر؟ برده در مکانهای عجیب پنهان نکرده اید؟ сардорам бо хайри собитро мебурдем ки духтар фирор кард. بله بله با سری من زده فرار کرد. духтур аҳволат чӣ тавр аст? زخمش وزنین است. کمی دیر میکردید از دستمان چیزی نمی آمد. چند مدت تحت نظارت جدی قرار میگیرد. زنده میماند یا نمیماند چیزی گفته نمیتوانیم. امشب گذرت خوب است وگرنه ما از دستمان آمده را کردیم. خدا شفا دهد. خدایا خداوندا کاش که دستم میشکست و تیر خالی نمیکرد. آقای دکتر لبه من نجیب یلمز از گروه ضد ترور. اگر تیر رو گرفته باشد برای سنجش بالستیکی آن رو میگرفتم. مایلش باید در دکتران باشد. میفرمایم به شما میدهند. تشکر. ана акнун маҳв шудем акаҷон. наҷиб сардор моро нигоҳ дорад. хомӯш истед. وقتی که او با ما همراه شد در سن و سال شما بود، حتی خردتر، لیکن با عقل و ذکاوتش زود موفق شد. سخن را گوش کرد. آنچه که ما خواستیم فکر کرده اجرا کرد. بعد در مکتب بهترین ترکیه خوند و بعد در دانشگاه بهترین حقوق. همه گونه خواهش، این امتیاز برای همه‌تان. مهم آن است که برای وطن به همه فداکاری ها آماده شد. صاحب وظیفه و وطن دوست شدن در دست خود شماست. خیر شد. برای امروز همینش کفایه است. بخیر است آرزو؟ حادثه روی داد. پریشانی؟ این شب در همه جای است ممکن است. به مثل روزهای پیشین. البته میدانی که امروز با تو آشکارا گپ میزنم. بگو به من
چرا غمگین می نمایی؟ چی شد به تو؟ مسئله سودی پیساگورو میدونید. حالی کار نزدیک بود. با نفری روبرو شدم که انتظار نبودم. کی بوده است؟ اکام. اکای صوبیتم. راست میگویی؟ برای تو دشوار شده است بعد چند سال روبرو شدن و واخوردن، یعنی واخوری بدفرجو میشد. باید تیر خورد. اپا او از طرف دیگر است. چگونه از دیگر طرف؟ پلیس است مگر؟ نه، لیکن دشمن پیساگورو پیکاس می باشد. هرچی که نباشد او برادری تو. اگر او را دیدن خواهی کسی تو را نمی رنجاند. اکا هم باشد دشمن است اپا. از برای کی و از برای چیزی هم که نباشد از این دعوایم بر نمی گردم. حتی اکا هم باشد پدرم هم زنده شود با من فرقی ندارد. ناراحت نکردم؟ مرحمت. خوش آمدی کمال. سلام، خوش باشید. مسئله چیست؟ آرزو خواسته است که من اینجا بیایم. من هم خودم نمیدونم. مسئله همین است آقای کمال. برادرم ثابت، چرا خودت را به سوی تیر پرتافتی؟ هر دویمان را در بلا ماندی. اگر با تو یگان چیز شود، من با این عذاب وجدان چگونه زندگی میکنم؟ ثابت. نجیب سردار خودش از پیکار شد. تیر رو برای سنجش روان کرد. پروا نکن، سلاح ثبت نام نداشت. پس در کجاست؟ اون رو باید نیست کنیم. نمیدانم خیلی، شاید که در ماشین مانده باشد. سرکمیسر چی خیلی نمیدونید؟ آخر چی خیلی نمیدونید؟ ما خودمون در دم تیر هستیم. نمیدانم خیری، نمیدانم. یا سرکمیسر آخر ما باید سلاح را حتما یابیم. اول باید آرزو را یابیم. شما حالا هم آرزو میگوید، حالا هم آرزو میگوید. او باید به گناه های کرده جواب دهد خیری. باز سر شد. سرکمیسر ایسته. با کجا میروید؟ در این شهری که ما آرزو رو از کجا میابیم؟ میابم خیری، میابم. ای خدایا توبه. او باز با کجا میرود؟ نمیدونم سردارم، داشته نتوانستم. نمیایستد تا به دیوار نزند، تا سر و برش رو نشکند و زخمی کردن خود عادت کرده است. خود را زخمی نکند هم زخمی کردن مرا قریب آورده است. اکنون سردارم با آقای یگی دوی ما یک جویا میگردم لیکن نادرست نفهمید. من شهروندی خوبی هستم، قانونها رو اطاعت میکنم، همراه خشک تر هم نسوزد میگویم. احتیاط شوی میگویم سردارم. آهسته باش، به من باشد اول تو رو میسوزانم. خیر، با سوختن چیزی خوش تر هم میسوزد. سردارم گه درباره تر خوش رفته ایستاد است، لیکن میدونید سخت گرسنه موندم. شکمم همین قدر گرسنه. به خدا خیری، زهر را بخور. مایلش در همین جایها هست. خدایا خداوندا به من صبر بده. این سلاح یکیت است و سلاحی که ثابت رو پرانده است. خب در نزد کلبه گروه تفتیشاتی یافته است گویه می شود. یا اینکه پلیس بر شما سپریده است. چه خیلی که خواهید؟ ثابت به کدام بیمارخانه رفته است اون رو هم فهمید؟ آن طرفش را به من بمان. بین هم پس از سنجش بالیستیکی معلوم می شود. تو حال در سلاح ایزی انگشتی یگیت است. باقی کار شماست. همش فهمو.
خانمان پس با اجازه شما میروم. تا دیدن کمال. خوش باشید. لطف کردید. سلام تاجیکستان. سلام علیکم دوستان تاجی. همصدا باشه. من عاشقی روی تو دل بسته چشم تو در موندم در عشقت ای رو با وفا تو. خوش آمده سامی. خوش باشه سردارم. چه حال داری؟ سامی طبعم خوش نیست. تا امروز اولین ضربه کلانترین رو خوردیم. موضوع چیست سردارم؟ سرداری حزبی که از طرف انجمن بزرگ دستگیری می‌یابد میبایست در جلسه ضمن تغییراتی ماده 330 سرقانون کشور تیشه میزد، اما موفق نشده است. لیکن سردارم حداقل به یک ماده مانع شدیم. ما در دیگرکنی سرقانون برابر عوضکنی حزب کردها و حزب اقتدار پیشنهاد میکردیم. از عقب آنها بیگانه ها هست گفته شعار کردیم. چنان ماده به میدان برآمد که ترغیباتمان چپه گردیده خلاص کلان با سلاح خود زخمین شدیم. احوال تا همین درجه خراب است. دیگرکنی سرقانون را در مجلس قبول نکردن آخرین امتیاز بود، اما باز ما را به ناامیدی برد. در اصل خوراک حکومتی ممنوع اعلان شده و سروازی را ما در کاسه زرین میدادیم. حزب اقتدار 8 سال است کار میبرند و آنها از مخالفت ببصیرت و بهنر منت دارند. تا امروز برای آنها قرار هم نکردیم، زیرا دیگر کارها بود و دیگر امتیاز هم نداشتیم. لیکن رویدادهای آخر انجمن بزرگ را مجبور ساخت که ذخیره 11 ساله خود را روی صحنه برآورد. یعنی او را تماما از چشم دور کردیم. سردارم به فکرم افکار عموم به این بند جوابی خود را میدهد. اگر یک راهبر از با کاتیبش عشق‌ورزی کند و او را چون وکیل مردمی بروی خط داخل کنند، پس این شخص حقوق ندارد که یک روز همچون راهبر حزب فعالیت کند؟ کمی بهتر شدید پدر جان؟ دخترم شکر الله بهتر شدم. یگید تو در اینجا چی کار میکنی؟ من آقای سوها را خبرگیری آمدم. البته من هم باور کردم. بخیر است یگید؟ باز چی میپرسی؟ آقای سوها، من ادوکات آرزو سیهان را میکابم. آرزو سیهان؟ شما او را میشناسید؟ بله، نزد من تجربه آموزی میکرد. تو برای چی کار داری یگید؟ ما میخوایم از نزدیک شناخته شویم. کی هست؟ چیکار میکند؟ و غیره. آرزو برای عزیزه بشران مثل دخترش است. چی خیل؟ عزیزه اینها را در جوانیشان جمع میکند، از کوچه ها البته. ظاهر و باطنشان را زیب میدهد و برای دعوا با آغوش دیگران میپرتد و حتی نزدیکترین شخص میکند، مثل ملکه بتو. این دختر را از کجا میابم آقای سوها؟ خانه‌اش را نمیدانم، اما دفترش را میدانم. گوش کن یگید، چرا مثل پلیس سوال میدهی؟ تو چی میخواهی؟ یک لحظه رانو، خواهش میکنم. پدر، شما مجبور نیستید که به سوالی او جواب دهید. رانا، این خیلی مهم است. ثابت را پراندم. قریب بود که بیمیرد. این دختر خواهری اصلی ثابت است، میفهمی؟ آقای سوها، یاری دهید تا اینکه دختر را یابیم. دخترم تلفن رو به من ده. مرحمت. الو، احوال ثابت چه خیلی است؟ مصطفی، منم سوها، خوب است؟ احوالش وزنی. سراغ دفتری کاری از را که پراند؟ راستی من نمیدانم. معلش، تشکر. 4 لوینت، کوچه ارکیده 12. آرزو همانجا بوده است. تشکر آقای سوها. چه خبر جورا جان؟ تا دیدن دستم.
این باز چی کار دارد اینجا؟ چی شده از باز؟ افرادگرا و تفریق اندازها به مثل سالهای پیش باورمان نمی کنند. انجمن بزرگ به این درد باید مرهمی یابد. این درد را باید پیشتر درمان میبخشیدیم. حالا دیر شد. معلوم می شود که دیگرگونی سرقانون را در مجلس مانع شده نمی توانیم. پس عاقبت کار را میلتگرایان ترک و کرد حل می کنند. به آنها خطاب کرده می شود و به هر دو گروه باید فشار خوبی داد. برای این کار ترورها، هجومها، گذاشتن مینه ها و حتی سویقست هایی که 30 سال این جانب میکنیم خیلی مهم است. درست قید کردید سردارم. ما را تنها شاهدان 4 طرف کشور می توانند نجات دهند. البته برای عملی گردانیدن نقشه پیسگار و رفیقانش را باید آزاد کرد. تو چی فکر داری؟ البته سردارم. پگاه برگتای نسبت قرار سود اعتراض نامه بیان خواهد کرد. ما هم اعتراض میکنیم و بختمان را میسنجیم و اگر این مراتب دیگر علاج نداری سمی. از حکم دویم خلاصی نیست. از این خاطر حتما کار را حل کن وگرنه تو هم نزد پیسگار میروی. فهمیدی؟ خیلی خوب فهمیدم سردارم. با اجازت شما من میروم. اجازت. در مجلس بغیر از ماده های سیوم دیگر همه ماده ها به رقم های لازمی رسیده قبول گردید. شنونده های محترم، این ماده های مخالفت در حکم اینها آشکارا همه ماده ها را به تصویب رسانیدند. اگر اینها را من نکنیم از رفرندوم گذرند حالا ما چطاق می شود؟ تا رفرندوم حالا چند ماه است؟ تا آن وقت در زیر پلها خون زیاد میرزانه مینی. جنابان به زیارت شما آمدم. کداممان را؟ همه اتان را. ادوکت آمده است. شما را انتظار است. در اتاق واخوری است؟ حالا نزد سردار است. بوی آزادی را حس کرده ایستادم پیکز. از گرسنگی است. زود برای مهمانمان انتظاری نکشد. نجیب سردار؟ نجیب سردار! سردار در کجاست؟ سردار در کجاست؟ کجاست؟ در اتاقش است آقای دادستان. مرحمت آقای دادستان. ببین از جای حادثه چی افتند؟ این چیست؟ دلیل جنایت یک تپانچه از جای حادثه افتند. شما در اینجا استراحت کنید و دیگرها کار کنند نجیب سردار. نخواد یا صبر. من هم در جای حادثه بودم. سلاح در آنجا نبود. نخواد مگر این را من از خانه آوردم؟ گیرید این را سنجش های لازمه را کنید. نیازی من دیدمی برایم آقای دادستان. سنجش بالیستیکی و ایزی انگشتانی آن را بگیر. ایتوان زودتر باشید. کیها آمدند؟ سلام سردارم. احوال شما؟ در اینجا چه خیل بودن ممکن است؟ کمش ماند. صبر کنید سردارم. به من اجازت دید حجره ها را از نظر میگذرانم. از سحر این جانب یگان چیزی خوب نخوردیم. تشکر که آقای مدیر فکری ما را کرده است. آدم آب کشاد. تنی گپ زنه. مرحمت. تشکر. مرحمت. یگان پیشروی هست؟ اعتراض نامه را سپردم. پگاه باز هم مرافعه می شود. چرا؟ خواستم این دفعه کار را درست‌تر انجام دهم. پگاه سودی برکای تورن می شود. یکی از طرفداران مینیک است. این مراتب حتما آزاد می شوید. همش را پورا سنجیده برآمدیم. دیگر خطا نمی شود آخر؟ نه، کفالت می دیم که نمی شود.
خیلی شد که اینجا نآمده ای. بله من هم بسیار یاد کردم. گفتم امشب همینجا مونم. بعضا تنها در خانه زیق می شوم. راحت خوابت هم تیار است. خیر خواب شیرین بکن. تشکر زیاد ایفر خانم. همینجا بوده است. بسیار خوب. سردارم سنجش بالیستیکی رسید. تیری که از بدنی ثابت برآوردن از همین سلاح بوده است. ایزی انگشتم پیدا شد؟ پیدا شد. متاسفانه پیدا شد. ایزی سرکمیسر یگید. من در حال امر دستگیرکنی را میدهم. شما یگید را یافته اینجا بیارید. هیچ چیز را نمیفهمم. یگید برای چی ثابت رو پرانده است؟ طاقت کن بویش میبراید. شاید برعکس حال است. ای بلا زند. برادر تو کیستی؟ با کجا میروی؟ کارت چیه؟ کمی استراحت کن. تلفنش را نمیگیرد. در کجا باشد؟ نیازی شاید نزد ثابت باشد. نمیدونم سردارم. اگر خواهید میبینم. سلام علیکم سردار. خبرها بد است. باز چی شد؟ سلاحی که ثابت را از آن پراندن یافت شد. از سلاح زنگشتی یگید برآمده است. مرحمت. برای همین پرسید. کی؟ چرا پرسید؟ رانو نقل کرد. یگید امروز نزد آقای سوها بود. درباره خانم اردو سوال کرده است. نشانی دفتری او را گرفته است. زنگ زدم اما نبرداشت. باز دنبال کدام کاری است؟ زود میرویم سردار. زودتر باش. او آرزو را نیافته. ما باید یگید را یابیم. عثمان، کاکان، ولکان، توپرک. چی گپ شد سردارم؟ آماده باشید میرویم. کجا میرویم سردارم؟ یگید را دستگیر میکنیم. رفتیم بچه ها. لبای آقای کمال. همه‌اش حل شد. بپروا باشید آرزو خانم.
برای دستگیر کردن یگی دستور دادید؟ حل شد. احتیاط کنید. یکی دنبال شما است. حتی با اونجا هم آمدنش ممکنه. به اینجا آمدنش دشوار است. الو آرزو خانم. آرزو خانم. الو مرو میشنوی آرزو خانم؟ الو آرزو خانم. با شما چی شد؟ آرزو خانم. مشتری دعوت شونده بیرون از منطقه فعالیت قرار دارد. پس از صدا پیامتان را گذارید و اگر زنگ نزند دستگول گرفته به قبرستان روید. تو یک دیوانه ای. شب خیر. از عقل بیگانه ای. یکش نه، هر دویش، هم دیوانه و هم از عقل بیگانه. راهگر می رویم. راهگرد گوش کن. قریب بود که با کثافتی تو یک از دوستان نزدیکم را بکشم. حالا احوالش خیلی وزدین است. به من چی؟ تو پراندی. گوش کن به من. طبی مرا خیره مکن. او برای نجات تو خود را پرداخت. حیاتش را در خطر گذاشت. نمیدانم این کارش برای تو بری احمق ارزنده باشد یا نه، اما چنین کرد. سرده دستی مرا سرده. گوش کن. اگر خواهری ثابت نمی بودی باور کن همان شب تو را میکشتم. حاضر به من بگو که تو کی هستی و با کی خدمت میکنی؟ بگو. تو گوش کن. حالا وقتی بازی و ناز و کرشمه نیست. فهمیدی؟ مرا سرده گفتم. سرده دیوانا. تو از عقل بیگانه. گوش کن به من. حاضر وقتی تحملی هر گونه التفات را ندارم. حالا عصبی که شدم. خواه نخواه با دست سلاح میگیرم. سلاح که گرفتم البته کسی باید بمیرد. فهمیدی؟ خیس. گوش کن به من. در این دفتر چیکار میکنید؟ همش را یک به یک میگویی. نمیبینیم اگر به کودکان تعلیم میدهیم. نه شما هیچگاه به کسی از خوبی تعلیم نمیدهید. حتما نقشه دارید. حیف. اگر همه طالب علمان تعلیم گرفته مثل تو باشند پس معلوم می شود که در بیرون دیوانه های دیپلمدار مثل ماده ترکنده گشت و گذار دارند. دفع شو از اینجا. ولکان نیازی شما با قفا بروید. ها سردار. هی دادر خوب هستی؟ نفری از سوش رفته است. یگید حتما همینجاست. خیریت مرد زنده است. گیرید این آدم راز اینجا. اکاد کمی غمگین می شود لیکن باوری دارم که مرا می فهمد. یگید سلاح را پرتا. سردارم اگر اهمیت داده باشید همیشه در حالتی که به سر کسی سلاح گذارم همان شما پیدا می شوید. امید نان فقیر باقی نان نویسنده. چیکار میکنی؟ پرتا. جورا جان کار شوخی نیست. سلاحی که صابی رو پرانده است یافت شد. از آن ایزی انگوشت تو برآمد. التماس یاری دهید. همش همین یگید. اکنون همش تمام شد. دختر را کشی یا نکشی فرق ندارد. فرق ندارد. وضعیت همینقدر وزنین است؟ بله.
افسوس شبخم نابود شد. یگید گندوزالب برای تشبس و کشتار ثابت اورماس دستگیر شدید. ببرید. شما هم با ما میروید. همشیره خانم همینجا یک برادر بود کجا شد؟ اون کس رفت. نخواد چی تا؟ اکی ثابت رفت؟ خدایا یتیم موندم بیچاره. ای برادر تو چی گیره داری؟ آخر اونم مرده است کو و دیگر حجره بردن. بیچاره چی؟ برامد؟ پس چرا در اینجا برا گریان میکنی؟ من تو رو گریان نکردم؟ خیر حاضر در کجاست؟ در حجره 511 هم. 511 اکی ثابت خوب هستید؟ خیری چی شد با من؟ مایلش اکا تیر به شما رسید در یاد ندارید مگر؟ نه ارزو کجاست؟ اکا ارزو همه جا را آمخته کرد. اکا یگید زندانی است. نجیب سردار دستگیر کرد. سلاح را یافتند و غیره و کذا. چی؟ امروز اکا یگید را حبس میکنند. سلاح، ایزی انگوش، تیری بدن شما، کارها بد. سرکمی سر یگید را بردند. اکا نابود شدیم، نیست شدیم. پس چی کار میکنیم؟ نمیدونم لیکن شما رو نجات داده میتونید. او نبود گفته شاید او رو نجات دید. با این احوال چگونه به محکمه میروم؟ نمیدونم خیری به نزدیک نجیب سردار یگان راهش رو میام. مایلش لازم شود به این احوال هم میروم. کاری کرده یگید را باید نجات دهیم. زنده باد اکی ثابت شما شیری جیانید. خیر من رفتم خدا شفا دهد. مسئله را حل کردم. کدام مسئله را؟ مراتب پیشین گلستگی با برکت را نبسته بودم. برای همین چنین شد. شیر بچه ها آوردند. این مراتب کار حل است. شما براحت باشید. هی گپ را بس کنید و بیاید برایم. کایا محافظ را جغ زن. مایلش آیا سمی شراب را آماده کرده باشد؟ او از نوشاکی ها چیزی نمیفهمد. یک آدمی بی‌ذوق است. و ایوزی خوبی هایی به ما کردهش همین خیلی نداری میکنی. این مرد برای این کار این طرف آن طرف دویده ایستاده است. مسئله برگشتن شما چی شد آقای دادستان؟ اگر کمی دیگر دیر کنید من به شهر دادستان کمال را دیگر میکنم. درباره پروکورور کمال سخنی خوب نمیگویند. با راهبریت صحبت کردم. کمی صبر کنید گفتند. بخیر شود. یگید را به سود سپاریدم. امروز مرافعه. آقای کمال شنیدم که امروز دیگرها هم سر سود میبرویند. چی شنیدی؟ پسگار از دستگیر شدنش اعتراض بیان کرده است. امروز دوباره حکم میکنه. اینجا دولت حقوق بنیاد است نجیب. انسان حق اعتراض کردن دارد. آقای کمال ما خیلی خوب میدانیم که سودیه مرافع امروزه چگونه شخص است. تو چی گفتنی هستی؟ ما خیلی خوب میدانیم که در مرافعه قبلی نفری را آشکار را آزاد کرد. این مسئولیت من نیست. من دلیل ها را به سود پیشنهاد کردم. تمام. سردارم اکی ثابت. آرام باش. چی شد به ثابت؟ آرام باش. اکی ثابت به خود آمد. در سود شاهدی میدهد. در سود؟
چه خیل می آید؟ او نهایت هم شما یک فکر میکنید سردارم. خوب اما این خوبی را چرا باید بکنم؟ سردارم آخر او لپرانده است. سرکمیسر یگید ذره گناه ندارد. اکای ثابت با زبان خودش میگوید. دیگر چی میخواهی؟ غیر امکان است. این چه خیل میشود؟ بیمار چگونه شاهد میشود؟ قبلا آقای حاضرال با طریق تلفن بیانات داده بود. چرا حاضر نمیشود؟ چرا نمیشود آقای دوستان؟ خیلی خوب میشود، زور میشود. اکای ثابت از جای خوبش مستقیم شاهدی میدهد. یا الله خیلی خوب، زور میشود. حالا میشود نگفتیم. جای بحث نداره. قانون ها خیلی شفافند. در حدیث اومده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودیوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. سلام علیکم، من کمال. چی شد کمال؟ اپا یک کاری بد شد. اکای در بیمارخانه بوده آرزو به خود آمده است. به طرفداری یگید شاهدی میدهد. یگید حبس نشود. اولین کارش دنبال آرزو بودن است. نباید برایت. چی کار میکنیم اپا؟ تو پروا نکن. من به ثابت یک هدیه روان میکنم که صدایش نمیبراید. جایش رو میدونی؟ یافته خبر میدهم. شده است. آماده اید؟ آماده ایم آقای دادستان. بیایید برایم. مرا جرزده سردارم؟ از سود اجازه شده است. با ثابت از بیمارخانه مستقیما صحبت میکنیم. میتوانی؟ بله میتوانم. بسیار خوب. من با عاطف میروم. خواطر نشوی سرکمیسر، خلاص میابید. ثابت چه خیل است؟ خوب شکر که به خود آمد. خوب با اجازت شما ما میرویم. کنی پیش درو کلک. میرویم. مرحمت. بفرمایید سردار. این عکس ها رو گیرو و کوشش کن که به دستی ثابت رسد. اطاعت سردارم. آمادم. صبر کن. زود باش. محترمینی خواهشمندم یگان چیز بگوید. دستگیر کردن. این مراتب عدالت تنتنه میکند و این شبهه هم ندارم. ببینید آنها خودشون میفهمند که ما رو بیگناه حبس کردن. شما خود شاهد میشوید که عدالت در آخر تجلی خواهد داد. همه بیگناه بودن ما را میبینند. از اینجا حتما میبرایم. ای پروا در همینجا مرا انتظار شوید. من حتما میبرایم. بخیر است دارم. اینها در اینجا چیکار میکنن؟ یا اینکه مرافعه سرعتش را تیزانده است. برای دستگیر کردن اعتراض دارند. باز کار را دولاب کردنیند. شما باشید با من سرگردانید. سردارم اگر اینها آزاد شوند من محبوس حیران هم نمیشوم.
هرچند که بر ضد آنها یک ماشین دلیل هست. یگید آنها دیگر آزاد نمیشوند. کار تو هم دشوار است. در درون دست به دست میشوید. و به من هم وعده داده بودید که آنها دیگر آزاد نمیشوند. صبر کن، حالا بیرون نبرآمده‌اند. آخران سخن را سودی ها میگویند. خوب، بگذار چنین باشد. راه گرد. خوش آمدی مهمان ما. سلام شیر بچه من. جای تو اینجا خالی است. ببخشید، من با مرده ها گپ نمیزنم. تو دیگر برایم مرده هستی، میفهمی؟ کم کم خبرگیریت میآیم. من هم، اما به سری قبرت. سردارم، میدان دو رو در محبس چی کار میکنی؟ گشتان، زبان تو را میکنم. کلاهت را گرفتم. برام باش یگید. خودش چی گپ اینجا؟ قریب بود که مرا میگزید. وحشی است چی است؟ بیا یگید، راه گرد. از زیر حمایه‌ام دور استید. میدونید که تهدید کردن در سرقانون جنایت است. نخواد، مگر ربودن کودک جنایت نیست؟ رزیلان خونخوار. التماس بیهوده گویی نکنید. به فکرم آرزو خانم جنایت بودن تهدید را بهتر میدانند. همین خیلی نه آرزو خانم. میبینم که یخهای نفس زیر حمایتان آب شده است. با تو باز وا میخوریم آرزو خانم. وا میخوریم نجیب سردار. راه گردید. سردارم، این دختر دروغ میگوید. میدانم. اگر مرا میگزید مجبور بودم که 40 سوزان دارو گذرانم. همین خط را با این کامپیوتر وصل کنم تمام. وصل کن کلی زیرک، وصل کن. کله تو کله نه. خیرمن عقل و خیرت. صبر کن، من این را یک بار دیگر سنجم. خوب سنجش کن. حیات یکی در دست تو. با همین وصل کردنت کله پرمغزت رو نشان ده. خاموشیست خیری، خاموشیست. مایلش خاموش شدم. به فکرم همش آماده شد. حقوق زیر حمایه‌ام در سودی قبلی از دستشان گرفته شد. ناحق گناهکارشان دانستند. در میان مردم صاحبی آبرویند. امکانی فرار کردن هم وجود ندارد. آزاد کردن زیر حمایه‌ام را طلب میکنم. محترم سودیا، من قبلا به سود صدها دلیل و اسناد پیشنهاد کرده بودم. خواهش ادوکات خانم و جز اصول تجاری دیگر معنای ندارد. شما کیستید؟ من دادستان همین دعوا هستم. انیقتر سابق دادستان محترم سودیا. او برای چنین عملهایش از وظیفه برکنار شده است. اینجا بودنش هم معنی ندارد. چون حقوقشناس شما نباید در سود چنین رفتار را انجام میدادید. شما به بیرون برایید. مرافعه سر شده است. آقای ثابت آماده اید؟ آماده است. بعد از لحظه پیوست میشویم. آمادم. سلاح با نام تو است؟ نه آقای سودیا. لیکن از آن ایزی انگشتان تو یافت شده است. آقای سودیا، من یگان معلوماتی ندارم. بیانات تیر خورده را گرفتی؟ خودش نو از حالت وزینی برآمده است. برای شاهدی کردن با پخش مستقیم آماده است. مایلش آماده باشه سر میکنیم. марҳамат. утоқро тоза кардан ӯзӣ. ҳоло утоқ банд аст. камтар пас биё. он қадар вақтро намегирад. зуд тоза карда мебароям бародар. хуб, зудтар бош. эй додар, ҳозир вақти ҳамин аст. зуд баро. партовҳоро гирифтам мебароям. зуд бош, гиру баро. танҳо бояд худат бубинӣ. агар инро бубинӣ, намехоҳӣ дигарон бубинанд. эй додар, зудтар бош, зудтар.
ثابت دورمز در کرسی شبهه یگید گلدوزل ایستاده است. بگویید شما را همین شخص پروند؟ رسم های خواهرت ارزو رو در صحیفه های اینترنتی دیدن نخواهی، پس خاموشی است. آقای ثابت، ما را میشنوید؟ در صحیفه های اینترنتی دیدن نخواهی، پس خاموشی است. آقای ثابت، با شما میگویم این جناب را میشناسید؟ در پیوست کمبودی هست مگر؟ علاقه خیلی خوب است. آوازتون خیلی تازه می آید. باز میپرسم شما را یگید گندوزل پرونده است یا نه؟ آقای ثابت، جوابتان را انتظاریم. آقای ثابت جواب دهید، شما را انتظارند. گوش کنید آقای ثابت، سوالم را تکرار میکنم. شخصی که شما را پرونده است یگید گندوزل بود یا نبود؟ جواب میدهید یا موضوع را خاتمه بخشیم؟ آقای سودیا، شخصی تیرخالی کرده. ها گپ زنید. یگید گندوزل. چی؟ ثابت تو چی ها میگویی؟ تو چی ها میگویی ثابت؟ یگید گلدوزل، تو خاموش است. نادرست نفهمیدم. یگید گندوزل یعنی شما را همین شخص برام؟ یگید گندوزل. مطمئنه که یگید گندوزل بود؟ مطمئنم. تصدیق میکنم. سود شاهدان را گوش کردن قرار میکند که یگید گندوزل را برای جنایت به سود کشیده شود. تصدیق میکنم. با ماده های زیرین از قبیل سیاه کردن و اینچنین احتمال فرار نکردن را به نظر گرفتن از طرف سود آزاد کرده می شوند و این قرار قبول کرده شد. زنده بود سودیه عدالت پرور. تاریخ شما بر این سودیه را فراموش نمی کند و شما وعده می دیم که هیکلتون را از آب طلا می سازم. زنده باشی سودیه، زنده باشی. اکا تو چیکار کردی؟ چرا چنین گفتی؟ آخر چی شد اکا؟ چی شد روی راست اکا یگید رو فروختی؟ چرا؟ چی شد؟ خیری خاموش باش. برو از اینجا. برو از اینجا میگویم. اکا اون چیست؟ با تو دخل ندارد. برایید از اینجا. برایید. مالش. اوه آزادی می آید. یگید کار برعکس حال شد. من البته به زیارت تو می آیم. پروا مکن اگر آیم. لباس تکوش می آورم. در درون آدم ها دارم. بیگانگی را حس نمی کنی. تو را میکشم. تو را میکشم. میکشم شما را زیان خونخوار را. جان آرام باش. تو دیگه نجیب سردار سگت را بر نگزد. خاموش استید. شما هم برایید. روید از اینجا. هر دو دستم در گریبانتان فراموش نکنید. نجیب به قرار سود احترام نداریم اگر. ببین باز آزاد شدیم. عدالت جایش را گرفت. دست این ملت در گریبانتان است. در وجدان مردم محکوم شده اید. زرزنی های آخرتان همین است. سرداران من به هر حال حبس می شوم. سر دهید که او را کشته بعد حقانی حبس شوم. شد رفتیم. من به شما چی گفته بودم؟ عدالت دیر و یا زود تجلی میکنه. محترم شاهین شما چی میگویید؟
چی بگویم؟ عدالت جایش را گرفت. به این هم باوری داشتم که خطای کرده شده اسلامی. خود که در این کشور تا حال مردانی هستند سودیه‌های وطن دوست که حقوق بشر را محافظت میکنند. به شما از اول گفته بودم که دستگیر کردن ما کاری خطا است. انا دیدید؟ خیر تا پرسید. شد بچه ها، روز دیگر در اتاق کاریم با شما صحبت میکنم. شد. به اینجا نگرید سردارم. این منظره را ببینید. من از دستم آمده را کردم. سرم بالا و رویم سرخ است. یگید وعده به من دادهتان را یاد دارید؟ به من وعده داده بودید. من در وعده هم ایستادم. از آب کشیدی به من زنگ زن شیر بچه. آزادی آزادی. رفتیم. سردارم شما مرا فهمیدید؟ چی گفتنم را فهمیدید؟ سردارم وقتی که این پلیس سر بردارد بی عدالتی و بی نظامی سر میکشد. اگر شما نمی بودید همشون را نیست میکردم. خودتون کاری کردن نمیتوانید و باز مانع میشوید. سردارم آرام باش. ما گفتن گیرد ممدو دلش را خالی کند، زیرا دیگر شخصی نیست که او را گوش کند. مادامی که عدالت نیست پس یگید هست. تو چی ها میگو یگید؟ به خفا روید، به خفا روید اگر نرجیب سردار میمورد. به خفا روید میگویم. جورا جان آرام باش. قسم میخورم که میکشم، شوخی ندارم. بیعطایی نکن یگید. پرتا سلاح را. خودت را به دست گیر یگید. جورا جان بس است کن، از حد گذراندی. یگید این کارا نکن، سلاحت را پرتا. سر نمیدهم. پرانید مرا، کن پرانید. عدالت شما را ببینم، کن پرانید.